اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. سروران عزیز، خواهران، برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع امروزی ما توحید در عبادات مالی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. عبادات های مالی توحید چیست؟ توحید عبادات است که مربوط به مال میشه. یعنی انسان مسلمان موحد وقتی که مال خود هم مصرف میکنه، در اینجا هم در عبادت خالق متعال مال خود مصرف میکنه و در مصرف مال هم در پالوی ازی که عبادت است، عقیده هم است و عقیده توحید هم است. پس عبادت های مالی دوستان عزیز نذر است، ذبح و قربانی هست و صدقات است و وقفیات. اول شروع میکنیم در توحید در نظرها. وقتی یک انسان مسلمان موحد یکتا پرست نظر میگیره، بناهن مال خود، مثلا مقدار از مال خود نظر میکنه، باید بفهمه که خود نظر عبادت است و عبادت خاص به بارگاه الله میشه. چون ما و شما تعهد کردیم که یا الله در کلمه طیبه تعهد کردیم که یا الله بغیر ذات تو هیچ عبادت به هیچ مخلوق انجام نمیتم. وقتی نظر عبادت شد، پس ما عبادت نظر خاص به بارگاه الله سبحانه و تعالی انجام میتیم. آیا نظر عبادت است؟ بله، نظر عبادت است و دلیلی که نظر عبادت است، اول آیت شریف است که در سوره الانسان آیت 7 است که یوفون بالنذر، و در سوره حج آیت 29 است ولیوفو نذورهم، یعنی به نذرهایشان اینا وفا بکنن. وقت نظر عبادت شد، اینال افراد الله بالعباده، این توحید است. وقتی که ما در عبادت فقط به الله عبادت انجام میتیم، پس این در حقیقت توحید شد در قسمت نظر. نظرهای توحیدی همون نظرهایی است که انسان به خاطر الله سبحانه و تعالی میگیره. مثلا در قسمت ما و شما در سوره مریم در آیت 26 میخوانیم که میگه که فاما ترین من البشر احدا، وقتی که یک تن از بشر دیدین فقولی اینی نذرت للرحمن، برشان بگو که ما بر الله نظر کردیم. پس نظری که به خاطر رحمان میشه، اینی نظر عبادت است و وقتی همین عبادت مخصوص الله میشه، این نظر توحیدی هست. نظر توحیدی و یا نظر عبادت نظر است که فقط به خاطر الله سبحانه و تعالی اون نظر گرفته میشه. قسم دوم نظرهای حرام است. نظرهای حرام نظرهایی است که کسی یک گناه را نظر میکنه. مثلا میگه که اگر فلان کار ما شد، ما باز شراب می نوشم، و یا اگر دست فلانی کار ما شد، باز ما فلانی شخص قتل میکنم، و این نظر حرام است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من نظر ان یعصی الله فلا یعصیه، اگر کسی نظر کرد که معصیت الله را بکنه، پس باید معصیت الله را نکنه. قسم سوم نظرهای بدعتی هست. نظرهای بدعتی نظرهای هستند که او به نام الله میشه ولی به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی باشه. مثلا امروز ما و شما نظر سمنک میگن که بسیاری کسا ایره به خاطر بهار نظر میکنن
ببینید نظر سمنک میگه والا ما این نظر به خاطر الله میکنیم، یا مثلا بسیاری از اگر ایره به خاطر بهار بکنه پس اینجا نظر شرکی میشه. و اگر میگه نیست من این نظر به خاطر الله میکنم، مشخصا یک چیز خاصی را که او را پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگرفته. مثلا در افغانستان ما دیگچه هستن، میگن که ما نظر دیگچه داریم، سالانه شوله پخته میکنن، پس اونا غذای شوله افغانی را هم در عبادت داخل کردن. و یا سمنک هم مردم ایران و مردم افغانستان و تاجیکستان سمنک دارن، اینا هم ایره داخل کردن. پس انگلیس ها هم اگر یک انگلیس مسلمان باشه او خیلی پیتزا را هم بگیرن و داخل دین بکنن. این نظرهای بدعتی هست، چون نظر مشخص در این نیست که ما مثلا چیزهای عادات خدا بگیریم ایره داخل در ای بکنیم. و نظرهای شرک‌آمیز اون نظرهایی است که همین عبادت مالی به غیر الله گرفته میشه، مثلا نظر به فلان شخص، نظر به فلانی مقبره، نظر به فلانی صاحب قبر، نظر به فلانی ولی، نظر به نام فلانی پیغمبر. ما عبادت وقتی که به الله تعهد کردیم که یا الله ما عبادت خدا فقط به بارگاه تو میکنیم، پس نظر عبادت است و ما عبادت نظر به غیر از الله و کسی دیگر نمیکنیم. و اگر کسی ایره به نام کدام مخلوق میکنه، ما نظری به نام مخلوق نداریم، نظر به نام پیغمبر نداریم که بگیم این نظر پیغمبر است، این نظر اولادی پیغمبر است، این نظر فلان ولی هست یا دوست الله هست. چرا نظر عبادت است و ما تعهد کردیم که ایاک نعبدو، در هر رکعت نماز خود به الله تعهد میکنیم که یا الله خواست تو را عبادت میکنیم. وقتی ما تعهد میکنیم که یا الله خواست تو را عبادت میکنیم، پس ما حق نداریم که عبادت نظر به غیر الله بکنیم. دیگه از عبادت های مالی ذبح هست، ذبح حیوانات. وقتی یک حیوان ذبح میکنیم و یا پرنده را ذبح میکنیم، خود ذبح کردن پرنده یا حیوان که است، این در ادیان مختلف و در اسلامی عبادت است. دلیلش چی است که عبادت است؟ الله سبحانه و تعالی در سوره کوثر، در آیت دوم وقتی میگه که انا اعطیناک الکوثر، ای پیغمبر ما برای تو کوثر دادیم، فصلی پس نماز بخوان، لربک خاص برای پروردگارت. خوب دقیق شوین، الله میگه فصلی پس نماز بخوان، نماز عبادت است. ایره برای بخوان لربک، لام برای تخصیص است، یعنی فصلی پس نماز بخوان، لربک به پروردگارت، و نحر بکن، اینجا و عطف است، یعنی ذبح بکن همچنان حیوانات و پرنده ها را، لربک بکی به نام پروردگار. پس وقت نماز عبادت است. ما نماز برای به نام مخلوق نماز نداریم که به نام مخلوق نماز بخوانیم یا در مقابل مخلوق نماز بخوانیم. ذبح حیوان هم باید رو به طرف قبله شود و در مقابل مخلوق نشه، چون ذبح حیوان هم چی است؟ این یک عبادت است. و قسم سوم توحید در صدقات است. خذ من اموالهم صدقه، در سوره توبه آیت 103 الله سبحانه و تعالی میگه که خذ من اموالهم صدقه، از مالهای از اینا صدقه بگی، از مالهای از اینا صدقه بگی، یعنی زکات بیشان بگیر، تطهرهم و تزکیهم، اینا را شما پاک میکنین و تزکیهشان میکنیم، و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. پس صدقه هم چی است؟ خود صدقه هم عبادت است. و صدقه از دیدگاه اسلامی ما سه قسم صدقه داریم. یکی صدقه فرضی داریم که مثل زکات است یا فدیه هست یا کفاره هست، اینا صدقه هستن که واجب میشن، فرض میشن بالای انسان. و صدقه واجب داریم که صدقه فطر است. و قسم سوم ما صدقه نفلی داریم که صدقه موقتی هست یا صدقه جاریه هستند. پس اینمی صدقات خود هم وقتی که ما میتیم، خود این صدقه هم یک عبادت است و این عبادت ما باید خاص برای کی بکنیم؟ خاص برای الله بکنیم و به نام الله بکنیم. این هم یک عبادت مالی هست. و صدقه توحیدی اونمو هست که در اون نیتش رضایت الله سبحانه و تعالی باشه. یعنی شما یک مقدار مالتانه
یا زمینتانه یا هر چیزی که صدقه میکنین، در اینجا نیتتان 100% رضایت الله سبحانه و تعالی می باشه. پس او چی است؟ این در حقیقت یک عبادت است. صدقه های قسم دوم صدقه های بدعتی هست. صدقه های بدعتی صدقه های است که این صدقه ها به نام خالق متعال گرفته میشه. متوجه باشید، صدقه های بدعتی صدقه است که به نام خالق متعال سبحانه و تعالی گرفته میشه. لکن مشکلش در چی هست؟ مشکلش در این است که همین صدقه بدعتی به طریقه رسول الله صلی الله علیه و آله نمی باشه. مثل که حال صدقه های رواج شده است که این صدقات در قرآن و سنت ثابت نیستند. مثلا وقتی یک کس متوفا فوت میکنه، وقتی که جعفر رضی الله عنه به شهادت رسیدن، رسول الله صلی الله علیه و آله برای صحابه امر کردن و برشان گفتن که اصنعوا لآل جعفر طعاما، شما برین غذا تهیه کنین و برین به خانواده جعفر. نگفت که کل شما جمع شوین برین به خانه جعفر و غذا را از خانواده جعفر شما غذا بخورین. این حال مشکلی است که آل وقت خانواده متوفا غذا تهیه میکنه، این یک صدقه بدعتی هست که طبعا ثواب هم نداره و کل بدعت دلاله. این در حقیقت یک گمراهی است و کسان که در خانه از اینا میان و اینا را مجبور میسازن که باید اینا غذا تهیه بکنن، اینا هم در گناه داخل شدن. پس ما صدقاتی داریم مثل صدقه بدعتی مثل روز 2، روز 3، شب جمعگی، روز 40، سالگره که از میت متوفا رو میگیرن. این صدقات اصل در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و پیغمبر و صحابه ای کار نکردن. بنابراین این صدقات بدعتی هست و بعضی از صدقات شرکی هست و صدقات شرکی امو صدقاتی هستند که به نام مخلوق گرفته میشه. مثل یک کسی گوسفندی را میگیره و میگه که من این صدقه میکنم به خاطر فلان شخص، مثل که بت پرستا امو شتر را میوردن و زیر پای امو زیر پای امو بت ذبح میکردن و خونش شد امو پای بت میزدن. این صدقات چی هست؟ صدقات شرکی هست که مشرکین میکردن و یا قبر پرستا امو حیوان میبرن و در زیر امو قبر ذبح میکنن در مقابل از اینکه این قبر کدام دوست یا ولی الله هست. این قسم صدقه نیست، چون خود صدقه عبادت است و عبادت باید مخصوص برای الله شو و ذبح حیوان این هم عبادت است، باید این فقط برای الله شو و روی به طرف قبله باشه. دیگه از جمله عبادت های مالی وقف است. وقف چی است؟ وقف امی هست که انسان مسلمان زمین خود یا خانه خود یا آپارتمانی که داره ایره وقف میکنه به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی که از او مثلا یتیما استفاده بکنن، یا او را وقف میکنه که از او مثلا برای هر چی که باشه وقف میکنه. یا قرآن عظیم شان چند جلد میگیرن میارن به مسجد او را وقف میکنن، در مسجد میگذارن. و یا مثلا زمین خدا میگیرن به خاطر کدام مسجد میتن یا چیز. این وقفیات است که به خاطر رضایت الله داده میشه تا از او در فواید عامه یا در امور عامه مردم استفاده شود. و این وقفیات که است اینا کلشان وقتی که به خاطر الله میشه این عبادت است. عبادت است چرا؟ به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی میشه. و وقفیات شرکی امو هست که در عصر جاهلیت بعضی اوقات مثلا شترهای خود وقف میکردن به نام فلانی از بتها که اگر این بت عبادت شتر کسی از شیرازی یا از شیرازی استفاده نمیکنه و ایره در صحراها رها میکردن که باز ما شما در بحث شرک میشه سر از او بحث بکنیم. پس وقف هم یک چیست؟ یک عبادت است که این عبادت باید برای الله سبحانه و تعالی انجام داده شود. خلاصه ای که در مسائل مالی که است خود مصرف کردن مال خودش یک عبادت است و مما رزقناهم ينفقون. وقتی که مال انسان مصرف میکنه این در حقیقت یک عبادت است. اگر این عبادت مطابق احکام الله باشه او عبادت است و اگر مصرف مال مخالف احکام الله باشه باز اینجا گناه هست. مثلا ما یکی تبذیر داریم
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذر کسی است که اما مال خود در یک چیز حرام مصرف میکنه، این مبذر گفته میشه. مثلا یک نفر مال خود به خاطر خریدن وسایل موسیقی، به خاطر مجالس رقص و آواز و یا برای کنسرت ها و این گپا و فیلم های مبتذل و فیلم های حرام و مجالس حرام و یا در شراب و در زنا و دری مال خود مصرف میکنه. اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کننده ها برادرای شیطان هستند. مبذرین کسانی که مال خود در حرام مصرف میکنن. و اما مصرف مال اگر خود انسان وسطیت در مصرف مال به نظر نگیره، اینجا باز اسراف میشه. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله میگه بخورین و بنوشین ولا تسرفوا، و اسراف نکنین. اسراف چی را میگن؟ یعنی افراط در حلال. مثلا یک نفر وقتی به فامیل خود 1 کیلو گوشت میاره کفایتشان میکنه، بالای دسترخوان خود 10 کیلو را میگذاره، پس این اسراف است. یا مثلا یک قاب برنج کفایت میکنه، یک غوری کلانه بر یک نفر میمونن و این خورده نمیتونن، باز کل از در بین پلاستیک جمع میکنن و کلش بسته میکنن و اوس میپرتن. حتی برای فقرا و مساکین اگر اون حداقل خورده نمیتونستن باقیش برای فقرا و مساکین میدادن بازم خوب بود، اما رو جمع میکنن به جای کثافت میپرتن. این اسراف از زیاده روی هستن و مخالف امر الله هست. اما اگر امین مال امور مال مصرفش چون خودش اگر کسی نفقه میکنه، در حقیقت در عبادت است. شما نفقه فامیل اولادهایتان، بر فامیلتان، بر اولادهایتان، بر فقرا، بر مجاهدین، بر مدارس، بر مکاتب، بر از اینا پولتان مصرف میکنین، این در حقیقت یک عبادت است. اگر در نیت انسان اینمی مصرف مال به خاطر رضایت الله باشه، این باز عبادت است. اما اگر به خاطر رضایت یک مخلوق میشه که در مصرف مالتان باید مخلوق خوشحال شود، اینجا باز نیت انسان چی میشه؟ نیتش در عبادت نیتش غلط میشه و این مبدل میشه به شرک. اگر 100% به نام مخلوق باشه این شرک است، و اگر به خاطر الله باشه همین مصرف مالی لکن در او ریاکاری باشه، به خاطر که مردم باز مرا خوب بگوین و مردم مرا توصیف بکنن و مردم چی کنن، این حال دو یک ریاکاری دو داخل میکنه. در این صورت باز این شرک اصغر گفته میشه که شرک اصغر انسان از دین خارج نمیکنه، بلکه چی هست؟ بلکه امو ثواب از او عبادت از بین میبره. و اگر باز 100% به خاطر رضایت الله باشه ولیکن دو ریاکاری هم نکنه، لکن در دلش اگر کسی توصیفش کرد ای باز خوشحال شود، که اگر کسی با سرش انتقاد کرد خفه شود و باز او عبادت نکنه، این شرک خفی میگن که پوشیده هست، انسان زود او را احساس نمیکنه، ولی به یک شکلی مثل که رسول الله هم گفته که از دبیب نملام کرده کوچکتر است، از مرچه های خورده ریزه کرده هم کوچکتر است. اینی شرک خفی می باشه. و امروز متاسفانه در بسیاری از صدقات که است هم بدعت میشه و هم شرک اکبر صورت میگیره. چرا وقت بسیاری از صدقات شما ببینید که صدقات بدعتی میشه، اینا وقتی که از پیششان پرسان شود که شما چرا اینقدر در مورد پدرتان یا پدرکلانتان یا مادرتان اینقدر مصرف کردین، باز اونا خودشان به زبان خود اعتراف میکنه که ما به خاطر از اینکه اقارب ما هست و سیال داریم و همچشمی هست و سیالداری هست و ما از اونا خوردیم، باید بر از اونا پس بدیم و باز مردم نگوین که اینا مرده خود درست از او احترام نکردن، به این خاطر ما پول زیاد را مصرف کردیم. در روز اول از او 100-200 نفر را نان دادیم، روز دومش نان دادیم، روز سومش نان دادیم، شب جمعه و چل کردیم و هم از این به خاطر مخلوق. و اینجا چون نیت مخلوق شد، بنابراین اینجا بسیار خطرناک است، خطر شرک در اینجا میآید. و اگر به خاطر رضایت الله این کار میکنن، چون بدعت است پیغمبر صلی الله علیه و آله نکردن، باز هم این صدقات چی فایده ندارن. و ظلم دیگه که در این شب جمعگی و روز 2 روز 3 و شب جمعه ظلم دیگه که هست این است که اینمی صدقاتی که انسان مثلا باید برای فقرا و مساکین بده
و اینا را باید مثلا صدقات موقتی داشته باشیم، صدقات جاریه داشته باشیم، دارالایتام بسازیم، مکاتب و مدارس بسازیم. همین صدقات به نام اسلام چی میشه؟ در شکم پولداران انداخته میشه و خورده میشه و بالاخره وقتی یک فقیر و مسکین و بیچاره که میایه، او بیچاره برش حق نمیرسه، برای بیوه حق نمیرسه، برای یتیم حق نمیرسه. بنابراین آل مسلمان ها از صدقات جاریه بسیار چی هستن؟ دور شدن. صدقات جاریه بسیار ضعیف شدن. چرا؟ همیشه صدقات خود در بسیاری جای ببینن که خودشان برای پولدارا و برای اقارب خود، برای کسایی که مستحق از صدقه نیستن، برای او میتن. وقتی اینی قسم صدقه را در راه غلط مصرف میکنن، پس مشکل چی پیدا میشه؟ مشکل ای پیدا میشه که حق مسکین، حق بیوه، حق یتیم اینا تلف میشه. و اگر این پول صدقات خود بگیرن، یک مدرسه، یک دارالایتام بسازن که ما بسیار کمبود داریم، و وقتی اینا دارالایتام بسازن یا مثلا مسجد بسازن یا در پروژه های اسلامی، در شبکه های اسلامی که به خدمت اسلام است، برای از اینا همون صدقات خود تقدیم بکنن، پس این دعوت اسلامی رشد میکنه. حال تلویزیون های مبتذل بسیار زیاد است و برنامه های ضد اسلامی و تلویزیون هایی که مثلا کفر و بیدینی را نشر میکنه بسیار زیاد است. اما برعکس از اون مثلا ما در بسیاری از جهان اسلام شبکه های اسلامی یا نداریم، یا اگر داریم و شبکه در بسیار مشکلات مالی مبتلا هست. اگر صدقات جاریه بر از اونا داده شود و اونا ایره مثلا از او یک شبکه اسلامی ساخته شود، یک پروژه اسلامی ساخته شود، بالاخره باز میشه که اسلام به همگی برسه. بنابراین در این قسمت مصارف بیجا بسیاری وقتا تاجرایی که هستن اینا در گناه بسیار بزرگ غرق هستن و علت غرق شدن نشانی است که حق یتیم تلف میکنن، حق بیوه تلف میکنن، صدقات موقت خودشان میخورن، صدقات جاریه را کاملا فراموش کردن و پولی که به خاطر فقرا و مساکین است او را خودشان بدل خود و بالای خود و دوستا و اقارب خود به خاطر امچشمی ها و بدعت ها مصرف میکنن و آنچه که حق مسلمان ها بالای از اونا هست ایده نمیکنن. و وقتی که او دارالایتام باز شما برین سیل بکنین که چند یتیم هست، 100 یا 200 یتیم، بالاخره وقتی تجارای مسلمان ها در قسمت از اونا به تفاوت می باشن، بسیاری وقتا ما دیدیم که در حدود افغانستان بسیاری از دارالایتام ها را غیر مسلمان ها، نصرانی ها و یا سیکولر ها میان جور میکنن و او یتیم بیچاره رو ببینید که چند وقت بعد از او یک نصرانی، یک کافر، یک بیدین او جوان شده رو تربیه میکنن و این سبب از این میشه که خود امی تاجره که در این قسمت وقت الله میگه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، وقتی که اینا حق از اینا رو تلف کردن، بالاخره سائل و محروم به کفر و به شرک مبتلا شدن، الله از پیش از این تجارا انتقام میگیره. خالق متعال برای ما و شما توفیق نصیب بکنه که اول عبادت خالق متعال به شکل خوب و صادقانه بکنیم. دوم ای که صدقات نفلی و تمام صدقات فرضی و نفلی و بیاره به شکل توحیدی از او انجام بدیم و الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که کاری بکنیم که در او سعادت دنیا و آخرت ما و شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك